سلام همگی، وقت بخیر. من خیلی تونتون اینو براتون توضیح بدم که تایم ویدیو زیاد نشه. وارد این سایتی که براتون میذارم میشید، کیف پول سوئی رو وصل کنید. خب اینجا دو بخش داره که ما باید این دو بخش رو انجام بدیم. نیازه که ما توکن تستی سوئی بگیریم. میایین توی کیف پولتون روی این چرخدنده بزنید، بذارینش روی تستنت. خب این بالا تستنت، این گزینه براتون فعال میشه. من چون توکن گرفتم این خاموشه، دوباره فردا این فعال میشه. بذارین روی تستنت این فعال میشه، روش بزنید. اینجا مثل من 2 تا توکن براتون میفرست، یا میتونید اینجا آدرس رو کپی کنید. یه سایت براتون میذارم، این سایت نمیده. خب این بیخیال این. بیاین توی دیسکورد سوئی، این دیسکورد سوئی اتاق تستنت فاسه، مثل بقیه این دستور علامت تعجب فاسه تو بنویسید. کیف پول سوئی هم ادامهش بچسبونید و بفرستید، این براتون هر روز میفرست. خب وارد این سایت میشید، روی این بخش اولی میزنید. اینجا یه نام بذارید براش، حالا مهم نیست هر چی بذارید. بعد روی کریت آلو لیست بزنید، تراکنش میاد تاییدش کنید. اینجا احتمالاً خود مرورگر یه اخطاری بهتون بده. خب اخطار پاپ آپز اینو بهتون میده، این بالا احتمالاً الان بیاد. اخطار این بالا میاد، حالا اگه بیاد اینا، این پاپ آپ بلاکت. خب این اخطار میاد، نمیذاره شما برید مرحله بعدی. چیکار میکنید؟ این واسه همه مرورگران هست. این رو خودش بزنید، روی اخطاره بهش دسترسی بدین، تیک بالایی رو بزنید دام، این اوکی میشه. حالا دوباره روی این کلیه دارو لیست بزنید، تایید کنید. خب این اوکی شد و ما رفتیم مرحله بعد. اینجا باید چیکار کنیم؟ اینجا باید آدرس ولت سوئی رو اد کنیم. کپیش کنید آدرستون رو، بیاید تو این خونه وارد کنید، اد رو بزنید، تراکنش میاد تایید کنید. خب اینجا باید چیکار کنیم؟ قسمت ببینید سلکت بال رو سرویس چند تا گزینه هست، شما میتونید هر کدوم اینا رو انتخاب کنید. حالا من میذارم شما همین اولی. اینجا یه دونه عکس باید آپلود کنید. عکس هم هر چیزی میتونه باشه، مهم نیست. حالا من مثلا این عکس NFT رو آپلود میکنم اینجا. بعد روی اولی بزنید، صبر کنید تا آپلود بشه. خب این اوکی شد. ممکنه واسه شما اخطار بده این بالا، خب ارور بده. اگه ارور بده این گزینه پایینی نمیاد. ارور داد، بیاید از اینجا مثلا بذاریدش رو دومی. خب بذارید رو دومی، بعد بزنید روی این پایینی مثل من واسهتون میاد. بعد بزنید روی این پایینیه، تراکنش رو تایید کنید. ولت سوئی هم که مدام باید رمز بزنید. خب این اوکی شد. خب ببین پیامش اومد اوکی شد. حالا میتونید یه بار دیگه همینجا مثلا بذارینش رو این، خب مثلا روی این، حالا هر کدوم. حالا من گذاشتمش رو، دوباره رو پایینی بزنید، یه بار دیگه تراکنش رو تایید کنید.
خب اینم اوکی شد. حالا اینجا چیکار میکنیم؟ میزنیم روی این گزینه share this link. خب این میزنید روی این، صفحه جدیدی باز میشه براتون. اینجا روی دانلود بزنید، تراکنش رو تایید کنید. خب اینجا الان عکسی که ما انتخاب کردیم باید همون بیاره. خب عکس الان میاد اینجا. خب این اوکی شد. خب این بخش اول انجام دادیم، اینو ببندیم، کاری با اینو نداریم. خب اینجا این صفحه که اومدید اسپارت کردید، بک بزنید از اینجا، میریم واسه بخش دوم، بزنید روش. اینجا بزنید گزینه 1 رو وارد کنید، اینجا حالا مثلا 30 رو وارد کنید، اینجا هم همون اسمی که داده بودیم، حالا سوی. روی کریت سرویس بزنید، تراکنش رو تایید کنید. خب این هم اوکی شد. اینجا هم مشخصاتی که وارد کرده بودیم رو آورد. اینجا هم حالا میتونید دوباره هر کدوم از اینا رو انتخاب کنید. خب حالا من میذارمش رو اولی، دوباره همون عکس رو انتخاب کنید، این اولیه بزنید. خب اینم اوکی. ببینید اینجا شما همیشه نیاز نیست بذاریدش مثلا اولی. خب سری بعدی که اومدین، حالا مثلا فردا اومدین انجام بدین، بزنینش روی مثلا 1. دوباره مثلا 2 روز دیگه بزنینش روی 1. خب همه رو اینجا انتخاب کنید انجام بدید. خب حالا ما روی این پایینیه میزنیم، تراکنش رو تایید میکنیم. خب اینم اوکی شد. حالا چیکار میکنیم؟ دوباره به share this link میزنیم، روی دانلود بزنید، تراکنش رو تایید کنید. حالا دوباره این عکس ما رو باید بیاره. یکم اینجاش گیر داره، اگه نیورد دوباره رو دانلود بزنید. خب عکس ما رو آورد و اوکی شد. این دیگه تموم شد. کل این ایردراپ کارش فعلا اینه، ما اینو انجام میدیم که بتونیم شاید ایردراپی داشته باشه بتونیم بگیریمش. این کار رو شما هفته مثلا 3 بار انجام بدین خوبه، یا اگه حوصله دارین هر روز انجام بدین. موفق باشید.